سلام، من ملینا هستم، دکتر داروساز و اینفلوئنسر. بالاخره الوعده وفا و قولی که بهتون داده بودم در خصوص ویدیو یوتیوب ویژن بورد عملی کرد. شده تا الان یه چیز خاصی رو بخواین و مدام نشونه هایی ازش ببینین. مثلا قصد میکنین یه مدل ماشین خاصی رو بخرین، توی خیابون بیشترین مدلی که به چشمتون میاد و میبینید اون مدل ماشینه. این اصلا شانسی نیست، برمیگرده به قسمتی از ساختار مغز به نام رتیکولار اکتیویتینگ سیستم که به اختصار رس بهش میگن RAS. رس یا رتیکولار اکتیویتینگ سیستم یه بخشی از سیستم عصبی مرکزی ما یا همون مغز ماه که تو ساقه مغز قرار داره، یک عالمه نورون ها و سلول های عصبی داره و تاثیر مهمی روی تصمیمات، نگرش ما به زندگی، حس ما به زندگی، کارهایی که عملی میکنیم داره. البته تو مطالعات وظیفه رس روی تنظیم ریتم های خوابه، ولی وظیفه مهمترش اینه که اطلاعات خیلی زیادی که در لحظه وارد مغز میشه رو فیلتر کنه، فقط مهماشو نگه داره. در لحظه 2 میلیون بیت اطلاعات وارد مغز ما میشه که این اطلاعات میتونه کتابایی که میخونیم، آدمایی که میبینیم، صداهایی که میشنویم، تبلیغاتی که به صورت ناخودآگاه در معرضش قرار میگیریم باشه. اما مغز نمیتونه این همه اطلاعات رو سیو کنه و نگه داره. انتخاب میکنه که کدوم ها مهمن، فیلتر کنه، پردازش کنه و نگه داره. مثلا مثال بزنم براتون، دیدین توی یه مهمونی مثلا 20 نفر آدمن، همه دارن صحبت میکنن، هم است، ولی یه نفر شما رو صدا میکنه، با شما صحبت میکنه، شما فقط به اون صدا توجه میکنید. این ساختار رس رو نشون میده. حالا چیزی که میخوام بهتون یاد بدم اینه که چطوری این سیستم ناخودآگاه رس و ما آگاهانه تربیت کنیم، در راستای اهدافمون ازش استفاده بکنیم. خیلی هیجان انگیزه، یعنی یه ابزاری برای رسیدن به خواسته هاتون، همون ویژن بورد. ویژن بورد یه تصویری و تجسمی از آینده و اهداف شماه که مغز شما مدام اون رو میبینه و یه احساس شعف و شادمانی در اون ایجاد میشه و باعث میشه که مسیر رسیدن به اون هدف رو راحت تر تلقی کنه. خیلی همه جا ویژن بورد دیدین، خیلی این روزا ویژن بورد صحبت میکنن و یه سری ویژن بوردها به صورت نوشتاری نوشته است، مثلا I'm rich، همچین چیزایی. ولی توصیه که من دارم چیزایی که احساسات رو برانگیخته میکنن و شما وقتی که اون ویژن بورد رو نگاه میکنی یه حس شعف و شادمانی بهت میده، میگی من برای این تلاش میکنم، اون حس باید در شما ایجاد بشه. قبل از نوشتن ویژن بورد باید فهرست‌بندی اهدافتون رو داشته باشین، یعنی بشینین روی یک کاغذ تمام اهدافتون، میتونه حرفه‌ای باشه، میتونه شخصی باشه، میتونه آموزش و یادگیری باشه، سفرهایی که میخواین برین، چیزایی که میخواین بخرین، همه اینا میتونه باشه بنا به اولویت‌های شما و اولویت بندی کنین. پیشنهادی که من دارم اینه که ویژن بوردتون خیلی شلوغ نباشه، چون برمیگرده به همون سیستم رس. سیستم رس گفتم که میتونه در لحظه دیتای زیادی رو بگیره ولی همه‌شو نمیتونه سیو کنه. ویژن بورد شما شلوغ‌تر و پلوغ‌تر و پر عکس باشه، مغز شما نمیتونه تمرکز کنه. من پیشنهادم بین 3 تا 5 تا اهداف برتر بنا به اولویت بندیتونه و بگردین عکسایی رو پیدا کنین که خیلی حال کنین باش، وقتی میبینید حال دلتون خوب بشه. چند راه داره، هم روشی که همه دارن امتحان میکنن، دارین همه جا میبینین، هم روشی که خودم به من عالی جواب داده رو بهتون میگم. میتونین خودتون جفت روش رو امتحان کنین. به من روشی که خودم انجام دادم خیلی خوب جواب داده، تا جایی که بتونم مثالای شخصیشو براتون میزنم، خیلی خصوصی نباشه براتون میگم تا ببینید اثرگذاریشو خوب جواب میده. دوستان دارم کسی این روشو میس کنه. پس اول از همه پیشنهادم به شما اینه که آقا تو خود سختش نکنیم ویژن بورد داشتن رو، این دفتر رو ندارم، اون دفتر رو ندارم، روی یه آچار ساده هم همه این کارا رو میتونید انجام بدین. کاری که باید بکنید اینه که اهدافتون رو فهرست بندی کنید و این اهداف شما باید اسمارت باشن. سمارت به معنی باهوش و زرنگ نه، هر حرفش به اختصار از یه چیزی میاد. اسم سمارت از اسپسیفیک میاد، یعنی این اهداف مشخص باشن. به عنوان مثال من با خودم فکر میکنم من امسال میخوام خیلی پولدار بشم
این پولدار شدن از دید من یعنی چی؟ یعنی این که من مثلا در ماه بتونم 200 میلیون در بیارم یا 2 میلیارد در بیارم، یا مثلا ماشینم یه پراید باشه، شاید از دید من پولدار شدن این باشه، یا مثلا یه بنز جی کلاس بگیرم. پولدار شدن از دید من دقیقاً یعنی چی میخوام، دقیقاً همونو تصور کنم. ببین بچه‌ها، ویژن بورد خیلی ابزار خفنیه اما یه ذره ریسکی هم هست. شما وقتی خیلی کلی تصور میکنین، دیتیل رو نمیگین، ممکنه یه ذره جابجا پیش میاد، یه ذره کلی پیش بیاد. حالا مثالاشو میزنم براتون. پس اسپسیفیک باشه، اسمارت. امش میجربل باشه، یعنی قابل اندازه گیری باشه. به عنوان مثال همون گفتم، مثل همون پولدار شدنه، درآمده رو دقیق بگین. یا مثال میجربل من بهتون وزن رو بگم. مثلا من امسال میخوام لاغر بشم، عضله سازی کنم. لاغر بشم یعنی چی؟ یعنی 1 کیلو، 2 کیلو، 10 کیلو. چه وزنی رو میخوام رو ترازو ببینم، دقیقاً همونو بنویسم. یا میخوام عضله بسازم، چند کیلو، قابل اندازه گیری باشه. میدونم سختی کار اینجا میشه بعضی از اهداف قابل اندازه گیری ان، کمی ان، اما بعضی از اهداف نیستن، کیفی ان. اما شما سعی کنین اهداف کیفی ان کمیش کنین. مثلا من میخوام ورزش کنم، امسال میخوام سالم‌تر زندگی کنم، میخوام ورزش کنم. سالم‌تر زندگی کردن یعنی اینکه من هر روز ورزش کنم. ورزش کردن یعنی اینکه من روزی 1 ساعت مثلا پیاده روی کنم در حد 30,000 قدم و اینقدر کالری بسوزونم. اینم علت داره. وقتی که شما اهداف رو قابل اندازه گیری میکنی، مغز سیستم پاداشدهیش فعال میشه و توی اون مسیر راحت تر قرار میگیره. مثلا من هر روز دارم پیاده روی میکنم، روز اول تونستم نیم ساعت پیاده روی کنم، اینقدر قدم اینقدر کالری. روز دوم واسم چالنجبل میشه، چالشی تر میشه، سعی میکنم توی اون مسیر تعداد قدم بیشتری رو بردارم، بیشتر کالری بسوزونم و عملی ترش کنم. پس سعی کنیم میجربل باشه. ایش از اچیویبل میاد. اچیویبل یعنی قابل دسترسی باشه. مثلا آقا من امسال میدونم که درآمدم مثلا ماهی 200 میلیونه، یا میخوام 200 میلیون رو کنم 20 میلیارد در ماه. یه ذره دور از ذهنه، واقعی نیست، باید اچیویبل باشه. اسمارت از ریلوانت میاد، یعنی مرتبط باشه. مثلا آقا من ملینا هستم، داروساز هستم، موقعیتمو میدونم و من تصور کنم من تا سال دیگه میخوام رئیس جمهور آمریکا باشم. اوه این خیلی پرته، این چیه من دارم میگم، اصلا مرتبط نیست. پس مرتبط باشه. و بریم سراغ تی اسمارت. تی اسمارت از تایم میاد. این اهداف شما باید دارای محدوده زمانی باشن. بهترین زمانی که در نظر میگیرم برای هدف ها 3 ماه و بررسی و بازنگریش دوباره توی 3 ماه بعدی. ولی حالا من بهتون میگم روشی که من دارم هم 3 ماه هست، هم هفتگیه، هم هر روزه، هم سالیانه است. یعنی من دم سال تحویل هر سال میشینم اهداف بلند مدت سالیانه‌مو مینویسم. هفتگی هر جمعه اهدافی که کوچولو ترن طول اون هفته مینویسم و هر شب برای فردا اهداف روزانه و کارهای ریزی که فردا روزش انجام بدم و مینویسم. پس داره تایم بندی باشم. مثلا میگم من میخوام زبانم رو تقویت کنم. تا کی میخوام این کار رو انجام بدم. مثلا الان فروردینه، میگم تا خرداد میخوام سطح زبانم رو تقویت کنم. اوکی، زمان دادم بهش و میام هفتگی این سطح زبانم رو بررسی میکنم که من مثلا سطح زبانم B2 میخوام بکنمش C3. هر هفته یه آزمون از خودم میگیرم، به خودم امتیاز میدم، توی آزمونهای دوره شرکت میکنم ببینم چقدر در راستای رسیدم به این هدفم، رسیدم یا نرسیدم بهش. و هم میجربلش کردم، قابل اندازه گیریش کردم. مثلا سطح زبانم رو فقط تقویت کنم مناسب نیست، کجا میخوام به کجا برسم. و هم تایم بندی کردمش که توی چه بازه زمانی میخوام به این هدف برسم. پس هدفهای شما اسمارت باشن: specific, measurable, achievable, related and time. حالا هدفاتون رو میتونید تو دسته‌بندی مختلف قرار بدین، بستگی به خودتون داره. مثلا من اومدم اولین قسمت هدفهامو راجع به توسعه فردی نوشتم، یک عالمه هدف نوشتم راجع به توسعه فردی. دومیش اومدم راجع به توسعه کار نوشتم.
تمام اهداف یک سالمو که دارم راجع به توسعه کارم و اتفاقاتی که میخواد بیفته دقیق نوشتم. چه درآمدی برسم، چه چیزی رو ببینم. در مورد رابطه و توسعه رابطه‌م هم نوشتم. در مورد حتی چیزایی که باید بخرم، مثلا نوشتم چه ماشینی، چه مدلی، چه سالی، همش رو نوشتم. خونه‌ای که دوست دارم بخرم، چه ویوی داشته باشه رو نوشتم. حتی کیف و کفشی که دوست دارم امسال بخرم هم اینجا نوشتم. دوباره خیلی جزئی ترش کردم تمام اینا رو. پس میتونین حرفه‌ای بنویسین، توسعه فردی بنویسین، چیزایی که میخواین یاد بگیرین، چیزایی که میخواین بخرین. مرحله بعدی بعد از اینکه اهدافتون رو نوشتین، بیاین حالا اولویت بندیش بکنین. کدوما رو مهمتره براتون امسال اتفاق بیفته، کدوما براتون مهمتره ببینید. یه نکته‌ای که اینجا میخوام بهتون بگم، اگر برگردیم به همون سیستم رس، سیستم رس عملکردش اینه که تعداد زیادی دیتا و داده بهش میاد، فیلتر میکنه اونایی که مهمن براش رو نگه میداره. اگر ویژن بورد شما خیلی شلوغ پلوغ باشه، خیلی تصاویر زیادی داشته باشه، رس نمیتونه اونا رو عملی بکنه. پس یه رابطه ای هست بین تعداد هدفهایی که دارین و میزانی که عملی میشن. هر چقدر تعداد اهداف شما کمتر باشه، میزان عملی شدن اهداف شما بیشتره. دو تا راه داره ویژن بورد ساختن، هم ویژن بورد فیزیکالی هست، هم ویژن بورد دیجیتال هست. ویژن بورد فیزیکالی احتیاج به یه صفحه بورد، کاغذ، چوب، مقوا، هر چیزی دارین و بشینین اون 3 تا 5 تا هدف برتری که براتون مهمه عکسش رو در بیارین، پرینت کنید و بزنید روش و بزنید یه جایی که جلوی چشمتونه، مثل آینه، مثل یخچال و هر روز باش ارتباط چشمی داشته باشین تا سیستم رس اینو رو ببینه، مهم تلقی کنه و شما خودآگاه بیاین ناخودآگاه سیستم رستون رو تربیت کنین برای رسیدن به اهدافتون. این روشی از ویژن بورده که همه دارن آموزش میدن و عملی میکنن، ولی روشی که من استفاده کردم و خیلی برام جواب داده و باحال بوده متفاوته. روش ویژن بورد من دیجیتاله و روش ویژن بورد من تعداد عکس های زیادی نیست. تک عکس تو بازه های زمانی محدود و تغییر اونها. به چه علت؟ به این علت که وقتی شما مدام یه تصویری رو میبینین، سیستم رس به اون عادت میکنه و اون احساس شعف و شادمانی در اون ایجاد نمیشه. اون اطلاعاتی که از پیرامون میگیره قیلی ویلی نمیکنه هورمونای مغزی شما رو. من میام تصاویرمون، اونی که از همه برام مهمتره، در میارم بک‌گراند گوشی موبایلم. چرا؟ چون بیشترین تماس تصویری که در طول روز باهاش دارم بک‌گراند گوشی منه. من ناخودآگاه روزی 1000 بار اینو میبینم و این روش فوق‌العاده به من جواب داده. میذارم بک‌گراند گوشیم تا زمانی که به اون هدف دست پیدا کنم یا تا زمانی که اون تصویر برای من تکراری شه. دیگه وقتی اون تصویر رو میبینم قیلی ویلی نرم، ذوق نکنم، احساس شادی در من ایجاد نشه. بعد عوضش میکنم. مثال بزنم براتون، 3 ماهه پارسال من خاطرم هست که عکس دلار گذاشته بودم بک‌گراندم و ناخودآگاه من هر پولی تو دستم میومد هی دلارش میکردم. یا بعد از این که دیدم خب من خیلی دارم دلار میگیرم، دیگه به این هدفم رسیدم، اون سیو ماهیانه‌ای که از لحاظ دلاری مد نظر داشتم و تارگتش رو زدم، رفتم سراغ طلا گذاشتم و من توی یه بازه 3 ماهه دیگه همش داشتم طلا میخریدم و طلا سیو میکردم و باز عوضش کردم، یه کسب و کاری رو انداختم و برند اون کسب و کار رو گذاشتم بک‌گراندم، درآمد ماهیانه‌ای که مد نظرم بود و گذاشتم و خدا رو شکر به قسمت عمده ای از تارگت های هدف های ماهیانم رسیدم. سیستم رس نباید تصاویر براش تکراری بشن، باید اون احساس شادمانی و شعف درش ایجاد بشه و نباید دیتای زیادی بهش وارد بشه. شما میتونید هر دو تا روش رو استفاده کنین، به من فیدبک بدین که به شما کدوم بیشتر جواب داد. اما تو اینستاگرام خیلی شما به من فیدبک میدادین، مثلا عکس خونه‌ای که دوست داشتم بخرم و گذاشتم بک‌گراندم بهش رسیدم. عکس رشته‌ای که دوست داشتم قبول بشم رو مثلا دندون پزشکی دانشگاه فلان سردرش و رشته‌اش رو گذاشتم بک‌گراندم بهش رسیدم. فیدبکایی که خودم از شما تو اینستاگرامم داشتم این بود که موردی خیلی بهتر جواب میده تا تعداد زیادی عکس کنار هم دیگه در تماس با سیستم رس شما. موردی خیلی عالی تره. یه چیز دیگه هم که میخوام از فیدبک شخصی خودم با
سیستم ویژن بورد بهتون بگم این بود که من ویژن بورد هفتگی داشتم امسال و عجیب بود این سیستم بچه‌ها، خیلی عجیب بود. بیارمتون نزدیک دفترمو بهتون نشون بدم. تجربه شخصی من و تغییراتی که در مورد ویژن بورد دادم امسال و خیلی فیدبک خارق‌العاده‌ای ازش دیدم این بود که من ویژن بورد هفتگی هم داشتم، به جز اینایی که بهتون گفتم. یعنی هر جمعه میشستم 3 تا اتفاق مهمی که دوست داشتم اون هفته برام بیفته رو مینوشتم و یه تصویر خیلی سیمپل و ساده‌ای از اون لحظه و اون صحنه از اون هفته که دوست داشتم اتفاق بیفته رو میکشیدم. یه مثال خیلی شخصی میخوام براتون بزنم اما خیلی جالبه. وقتی خودم برگشتم این لحظه رو دیدم واقعا برگام ریخت و هر جمعه بعدی برمیگشتم ویژن بورد هفته قبلیمو میدیدم، چون بعضی وقتا یادم نمیومد اصلا چی کشیدم. اولین حسی که میومد سراغم دوست داشتم اون هفته چه اتفاقی بیفته رو میکشیدم، هفته بعدی یادم نمیومد، برمیگشتم دبل چک میکردم. ببین واقعا شگفت زده میشدم واقعا. مثلا پارسال همین موقع، همین توی عید، ما از دبی اومده بودیم و میخواستیم بریم استانبول. من نشستم 3 تا اتفاق مهمی که دوست داشتم بیفته رو نوشتم اون جمعه و یه عکس خیلی سیمپلی از اون لحظه‌ای که دوست داشتم اتفاق بیفته برامو کشیدم. بهتون میخوام نشون بدم. معلومه بچه‌ها این تصویر؟ میبینید این تصویر رو؟ من نمیدونم چرا این خودمم، همسرمه، این آب دریاه و من کف این موزاییکایی رو که دوست داشتم اون لحظه تجربه کنم مشبک کشیده بودم. من تصویری از این لوکیشن تو ذهنم نبود، من همچین لوکیشنی رو نمیشناختم، ولی دوست داشتم همچین لحظه‌ای رو دست و دست همسرم یه حال خوب داشته باشیم، عشق کنیم، لب دریا باشیم و نوشتم استانبول، داشتیم میرفتیم استانبول. این لحظه لوکیشنی که ما خیلی اتفاقی دوستامون ما رو بردن اومدن دنبالمون و رفتیم اونجا عکاسی عکس گرفتم. اون لحظه یادم نبود ولی هفته دیگه برگشتم ویژن بردم و دیدم، میخوام بهتون نشون بدم. بچه ها کف اینجا رو نگاه کنین، موزاییکاشو، آب دریا رو ببینین دست تو دست هم دیگه تو استانبول. واقعا عجیب نیست؟ تاریخو ببینین 3 اپریله، هفته قبلیش فکر کنم 8 فروردین، جمعه قبلش من اینو کشیدم و عکسی که گرفتیم این بوده. واقعا نمیخواین اعتقاد بیاریم به ویژن بورد؟ واقعا برگی واسه آدم میمونه. نگاه کنین این کفو، من اولین بار بود این لوکیشن رو میرفتم و از این لوکیشن تصویری تو ذهن من نبود. میتونم یه چیزی رو بهتون بگم، ویژن بورد یه شمشیر دولبه است، یه ابزار خیلی خفنیه برای اینکه به هدفاتون برسین، اما دیتیلش خیلی مهمه، جزئیات خیلی مهمه، اسپسیفیک بودنش خیلی مهمه. حتی میبینین یه چیز کیفیه، کمی نیست، ولی من کمیش کردم با اون کشیدن کاملا قابل اندازه گیری بوده و رخ داده. یه مثال دیگه هم میخوام براتون بزنم، هم مثالای شخصیم که قابل ذکره. بذارین پیداش کنم تو دفترم. الان داشتم دفترم ورق می‌زدم، یه چیز باحالی که دیدم. من هر جمعه، مثلا اون جمعه فرص من درآمد بیشتر بود، واسه خودم سرتیتر بانکم رو نوشتم، مثبت نوشتم، واریزی مبلغا رو نوشتم. دوست داشتم این SMS های واریزی به این مبلغا رو ببینم و خب الهی شکر به قسمت زیادیش رسیدم. اونایی که از اینستاگرام منو میشناسن میدونن من چندین وقت درگیر سلامتی بابام و پارسال خیلی من تمام فکر و ذکرم سلامتی بابا بود، انرژی خیلی زیادی از ذهن من درگیر سلامتی بابا بود و من تنها خواستن قلبیم این بود که من دوباره سلامتی بابامو ببینم و همش درگیر بیمارستان و دکتر و آزمایش و اینجور چیزا بودیم. اون جمعه بابا وقت فالو آپ داشت و فالو آپش خیلی حیاتی بود. دوست داشتم اتفاقی که میفته این باشه که بعد از اینکه بابا رو از مطب آوردن بیرون، دکتر به ما گفته باشه که بیماری بابا فعلا متوقف شده. مورمور دارم میشم میگم اینو و خدا رو شکر همه چی رو به بهبوده، پیش رونده نبوده. عکسی که من کشیدم این بابامه
این منم زیر نور خورشید، آسمونم ابریه بچه، یعنی اینا رو که من تشخیص نمیدادم آسمون اینطوری ابر داره. بابام منو بغل کرده، نوشتم که دوست دارم بابام خوب بشه. اومدیم بیرون، بابا منو بغل کرده، همدیگر رو بغل کردیم و خوشحالیم که دکتر به ما گفته که بیماری بابا متوقف شده. بچه هفته بعدیش اومدم نوشتم تو خیابون جلوی مطب دکتر پریدم بابا رو بغل کردم بدون اینکه یادم باشه اینو هفته قبلش کشیدم. هفته بعدش برمیگشتم اینو چک میکردم. واقعا الهی شکر، الهی شکر، ولی این قدرت ذهنه. الهی شکر همچین اتفاقی رو تجربه کردم. خیلی خوشحال بودم از اینکه این اتفاق افتاده. احساساتی شدم، نمیدونم چی بگم. مثال شخصی دیگه ای هم میخوام بزنم، اینا واقعا خیلی شخصیه، نمیدونم چرا دارم اینا رو به شما میگم، ولی اگر شما دوستان داشتین اینا رو رد کنیم. فقط مثالای از تجربه های شخصی خودمه برای ویژن بورد. من اولین باری که دبی رفتم فکر میکنم 12-13 سالم بود. دبی نشده بود و واقعا اونقدر جذاب نبود برام. با خانوادم رفته بودم تا 4-5 سال پیش که دبی الان شد و خیلی برام جذاب بود. به نظرم خیلی به شخصیت من میخورد، خیلی به لایف استایل من میومد و انقدر من عشق کردم با دبی. یه جاسویچی دبی گرفتم و من این رو انداختم رو کلید خونه تهرانم. این روی این بود، ولی من هر روز که در خونه رو باز و بسته میکردم خودم رو تصور میکردم که من اقامت دبی رو گرفتم. و امروز که دارم به شما اینو میگم، من این هفته اقامت 10 سالم رو هم گرفتم و یاد این جاسویچی افتادم که من 4 سال پیش انداختم رو کلید، اقامت 2 سالم رو گرفتم، 2 سالم تموم شد و 10 سالم هم شارژ کردم. اینه تاثیر ویژن بورد بچه‌ها. هر چیزی که امروز تصور کنید میتونه فردا و واقعیت شما باشه، فقط به شرط اینکه بهش باور داشته باشین و قدم بردارین و تو مسیرش باشین. پس از هدر دادن انرژیتون روی مسائل بی ارزش، حواشی بی ارزش پرهیز کنین. فقط تمرکز کنین روی اهدافتون، روی نگرش مثبت و رو به جلو قدم بردارین. اگر شما هم تجربه‌ای دارین در مورد ویژن بورد، در مورد به تحقق پیوستن اهدافتون، لطفاً تو کامنت ها برام بفرستین، بهم فیدبک بدین. هم تجربه شخصی خودم رو گفتم، هم بک‌گراند علمی ویژن بورد رو گفتم، هم روشی که خودم اجرایی کردم. اگر هم این ویدیو رو دوست داشتین ممنون میشم به دوستاتون معرفی کنین تا با مفهوم ویژن بورد آشنا بشن، تا وسیله‌ای باشه تا بتونن به اهدافشون برسن. دوستتون دارم. خدا نگهدار.